دوستان عزیز، کار امروزه ما از پیش مهمانخانه که گروه جاده ما اونجا قرار دارد آغاز می شود. ما امروز وظیفه در پیش گذاشته خود را داریم و آنم باشد امروز با منتخب المپیک تاجیکستان در مشق تمرین ها اشتراک کردن. این مشق یک روز پیش از بازی بر مقابل منتخب امارات متحده عرب برگزار می شوند و ما خواهیم رفت و بچه‌ها را ببینیم در کدام حالت قرار دارند و نقشه های آنها برای بازی در پیش بوده که بازی خیلی مهم است چگونه هستند. بعد از 15 دقیقه در راه بودن ما به ورزشگاه جری شهر توشکند رسیدیم. در این میدان منتخب ازبکستان در سن سال گوناگون بازی رفیقانه را برگزار می‌کند. زمان دستای پختکار و بنیادکار هم بازی خانگی را در همین میدان برگزار می‌کردند. در اصل این ورزشگاه وزارت کارهای داخلی کشور ازبکستان میباشد. بینندگان عزیز و دوستان ارجمند، منتخب المپیک تاجیکستان مشق‌های امروزه خود را در همین ورزشگاه که ورزشگاه جر نام دارد برگزار کرد. برای فوتبال تاجیک تا اندازه همین ورزشگاه مهمیت خود را دارد. سال 2003 در مرحله انتخابی جام آسیا منتخب تاجیکستان آید به فوتبال در همین میدان با تیم ملی تایلند بازی خود را برگزار کرد و در آن دیدار با حساب 1-0 دسته منتخب تاجیکستان غلبه خود را به دست آورد. یگانه گل را در همون دیدار رحمتالله فوزیلوف زد که امروز با بچه‌های 23 ساله کشور تاجیکستان در همین میدان مشق تمرین ها را برگزار کرد. همچنین اسلدین ابیبولویف اجرا کننده وظیفه سرمربی منتخب المپیک تاجیکستان هم در همون هیئت بود که عینال با بچه‌ها در همین میدان مشق تمرین ها را دور کرده ایستاده است. حرکت میکنیم که یک بازی خوب برای مخلصان خودمون نشان دهیم که تا که ما هم فوتبال خوب نشان داده میتوانیم. مشق‌ها چون انانه از گرم کردن موشک‌ها آغاز یافتند تا اینکه بازیگران با مشغولیت‌های تاکتیکی آماده باشند. توجه بیشتر در رفت تمرین‌های امروزه به خط دفاع روانه کرده شد. آفرین شاروخ سوربون. Когда я буду кричать آفرین سوربون. ستای مربیان دسته و بازیگران طرز درستی از خط دفاع برآمدن را نشان می‌دادند. در این مشغولیت‌ها به اداره درست توپ دقت جدی داده می‌شد. مقصد اساسی چنین تمرین‌ها هر چه زودتر رساندن توپ به خط حمله میباشد. در این مشق‌ها دفاعگران و نیمه مهاجران اشتراک کردند. اجرا کننده وظیفه سرمربی منتخب المپیک تاجیکستان اسلدین حبیب‌اللهیف انتظار دارد که دسته امید تاجیکستان امیدهای مخلصان را برباد نمی‌دهد. سیستم اولین درجه که ما بازی را آغاز می‌کنیم به غرض این با 2-3 وارانت دیگه نیز داریم. این وابسته است از روش بازی. اگر رقیب ما چی بگم امکان دهد که همین مقصدهای ما رو عملی گردد حرکت نکنیم وریانت دوم یا سوم رو استفاده بریم. مخلصان البته همه وقت از بازی چی انتظارن که بازی خوب شود غلبه شود. ما نیز از این بازی امید داریم که بازی خوب نشون میدیم نتیجه دلخور رو به دست میاریم و حرکت میکنیم با شاگردان فهمونیم خصوصیت این بازی رو که از ما هیچ رفتن یک بازی هم فقط شکست خوردیم. شانس داریم که باز با بازی خوب مخلصین خودمون شد گردیم. در آخر تمرین‌ها بازیگران به دو گروه تقسیم شده بین این بازی را دایر کردند. در رفتیان هر یک فوتبالباز کوشش کرد که مهارت عالی نشان دهد. دستپروران اسلدین حبیب‌اللهیف هر دستور سفارش ستاد مربیان را با دقت گوش انداخته از پس اجرای آن می‌شدند تا به بازی مهمترین گروهی با تیاری بهترین حاضر شوند. ما برای این بازی خیلی بسیار تیاری خوب دیدیم و تنها ما غلبه را انتظار ما. مخلصان اشده فوتبال تاجیک در تمرین‌ها حضور داشتند و هر عمل بازیگران جوان کشور را با دقت نظر می‌کردند. بعد از 1.5 ساعت مشق‌های آخرین پیش از بازی با امارات متحده عرب به انجام رسیدند. منتخب المپیک تاجیکستان را بازی بسیار مهم و ضرور انتظار است. این رقابت بر مقابل دسته قوی امارات متحده عرب میباشد و همه مخلصان میدان را دارند که دسته ما میتواند در این دیدار غلبه خود را به دست آورد. گلروز خود نظرزاده، تیمور نظروف از شهر توشکند کشور ازبکستان مخصوص برای برنامه خبر.